با کمک بهار به راحتی پول در بیار. باور میکنی این کیف فقط با همین الگو به راحتی دوخته میشه؟ و هر هنرمندی چه دستدوز چه چرخدوز میتونه به راحتی این کیف شیک و زیبا رو با همراهی من بدوزه و به درآمد بالا برسه؟ پس با من همراه شو تا قدم به قدم ریز و درشت کار رو کارگاهی یادت بدم. توی این کیف بدنه، تبله، کفی و لب زیپ همه توی یک الگو و چسبیده به هم هستن. موقع برش دقت کنید که خطکش رو در قسمت داخلی کار قرار دهید و کاتر رو از سمت بیرون و جایی که الگو نیست حرکت دهید تا اگه خطایی داشتید الگو برش نخوره. آستر 3 سانت از بدن کوتاه‌تره. دوباره اینجا نشون میدم که آستر و فوم 3 سانت از بدن کوتاه‌تره. این 3 سانت همون لب زیپ هستش که بعداً تا میشه به سمت داخل. اینجا هم برای لویس میریم که اینجا بند 60 سانتی و لبه بالای الگوی بدنه را 3 سانت که برای لب زیپ استفاده میشه و جایی که دوخت میخوره رو به اندازه 1 سانت لویس میدیم. دقت کنید که لب زیپ بعداً موقع سوار کردن آستر به بدنه به سمت داخل میخوره، برای همین آستر و فوم 3 سانت از بدنه کوتاه‌تره. اینجا من زیپ و چسب میزنم و به بدنه پشت میچسبونم. صاف و یک دست میچسبونیم، بعدش با مشته میزنیم. دوباره پشت زیپ رو چسب میزنیم و آستر رو جوری میچسبونیم که پرزهای آستر به سمت بیرون باشه و داخل آستر صاف و یک دست باشه و موقعی که زیپ رو باز میکنیم اصلا پرزی دیده نشه. اینجا من استوب زیپ رو میچسبونم، بعد با مشته میکوبم، بعد فندک میگیرم و سر زیپ رو وارد میکنم. اینجا آستر رو زدم بالا، بعد از کناره های زیپ میام به سمت داخل، پایین رو میدوزم، کناره رو میدوزم، آستر رو میدم پایین و بعد قسمت بالا رو میدوزم. اگه بخوایم داخل کیف جیب داشته باشه باید تو این مرحله به آستر بدوزیم. اینجا کار رو صیقل میدیم و 2 تا درزی که قبلا 1 سانت لویس کرده بودیم و به هم دوخته بودیم رو پشتش رو چسب میزنیم و با مشته میکوبیم و این کار باعث میشه که روی چرم اتو بخوره و صاف و یک دست بشه. اینجا آستر رو میچسبونیم به صورتی که لبه آستر با لبه زیپ کنار هم باشه، به این صورت. اینجا فوم رو 1 سانت از کناره ها و 3 سانت از بالا و پایین کوتاه‌تر میچسبونیم و میریم برای دوخت.
تا درزی که قبلا دوخته بودیم رو برای نمای کار میدوزیم تا زیباتر بشه. اینجا نشون میدم که این قسمت رو ریز با قیچی سبک میکنیم. و جاهایی که نشون دادم رو دوخت میزنیم. توی این مرحله برای سایه کفی مقوا خارجی رو من چسب زدم و چسبوندم، بعدش با مشت میکوبم. اینجا آستر رو از پشت کار دوخ میزنیم و میریم برای مرحله بعد. اینجا قسمت داخلی لب زیپ رو چسب میزنیم و آستر رو بهش میچسبونیم. آستر رو طوری میچسبونیم که برس‌های آستر به سمت داخل باشه. این درست شده. انگار این طرفش چسب میخوره. بعد من دوخت باید دقت کنیم که آستر، زیپ و چرم هر سه با هم دوخته بشن. زیپ رو تا ته نمیدوزیم و 3-4 سانتی آخر رو آزاد میذاریم. اینجا با علامت های 3 سانتی که قبلا زدیم تا میکنیم و لب زیپ رو به سمت پایین هدایت میکنیم و میریم برای دوخت. کناره های کیف رو که 6-7 سانت ندوخته بودیم رو میریم برای دوخت. اینجا بند 60 سانتی رو لپتا میکنیم و با مشت میکنیم.
اینجا گازگیر کیف رو وصل کردم و میریم برای بستن پیچاش. به اتمام کار. امیدوارم از آموزشام راضی باشید و با آموزش‌های بعدی در خدمتتون هستم. پس لطفاً سابسکرایب کن و لایک بکن.